سلام نبیرگان افسانه دوست زیبای من و اینک باز لحظه های دیدار من و شما فرا رسید. پیش از آغاز افسانه در اجرای خوانندگان مکتب شعر شنوید. سه دخترکم بودم، لالچینکم بودم، دویدم و دویدم به جایی نرسیدم. جایی نو آبش نیست، دوگان ما خوابش نیست. یک خال داره دوگانم، دو خال داره دوگانم. 3 سال بازش ندیدم، 4 داره دوگانم. آفرین، خیلی شعر خوب قرائت کردی. عزیزکان من امروز برای شمایان افسانه اتفاق باشد را نقل کرده می دهم. بود نبود، بودگار بود، زمین نبود، شدگار بود. در یک زمان، در یک مکان یک پادشاه زندگی می کرد. روزی از روزها پادشاه وزیرانش را برای مصلحت به نزدش جغ می زند و می گوید که من می خواهم مملکتمان را وسیع کنم، خلقمان را زیاد کنم. برای همین با مملکت‌های همسایه جنگ کرده آنها را به خودمان تابع کردنمان لازم. وزیرانش باشد میگویند پیش از آن که به یگان مملکت هجوم کنیم، اول رفته آن مملکت را سنجیدن لازم. قوه حربی آن پرقوت است یا نه؟ این فکر به پادشاه معقول می افتد و 2 نفر جاسوسانش را به 2 مملکت می فرستد. جاسوس یکم که رفته مملکت همسایه را نظاره کرده آمد، به نزد پادشاه آمده می گوید مملکتی که من رفتم در آنجا عسکرانش، قوه حربیش خیلی بی قوت بوده است، اما بازارهایش جدا هم به ترتیب، خلقش به همدیگر مهربان بوده است، به یکدیگر دست یاری دراز می کرده است، از حال بیماران خبر می گرفته اند، یگان کار را به مصلحت همدیگر نمی کرده اند. جاسوس دویم نیز هم رسیده می آید و به پادشاه می گوید مملکتی که من رفتم در آن مملکت قوه حربیش خیلی پرزور بوده است، اما بازارهایش جدا هم چرکین، بی ترتیب، خلقش باشد به همدیگر مناسبت خوب ندارند، آنها از حال همدیگر خبر نمیگیرند، نسبت به همدیگر مهر و محبت ندارند. میگوید پادشاه باز وزیرانش را به نزدش جغ زده مشورت میکند و فکر جاسوسان را میگوید. یکی از وزیرها به مملکت یکم هجوم میکنه، میگوید دیگری باشد نه، به مملکت دویم هجوم میکنه. میگوید پادشاه آخر حکم خود را اعلان میکند ما باید به مملکت دویم هجوم کنیم. وزیرها از این حیران شده میپرسند آخر مملکت یکم قوه حربی کم دارد، ما به یک هجوم مملکت را از آنها گرفته میتوانیم. شما برای چی به مملکتی که قوه حربیش خیلی پرزور است هجوم کردن میخواهید؟ پادشاه میخندد و میگوید مملکتی که قوه حربیش کم قوت میباشد اما خلقش با همدیگر مهربان است، یگان کار را به مصلحت یکدیگر نمیکند، از حال بیماران خبر میگیرد و در بازارهایش، در کوچه هایش ترتیب و انتظام موجود است، از آن پرقوتترین مملکت نیست. ما هیچگاه آن مملکت را به دست گرفته نمیتوانیم، چون که خلق در آنجا یک دل و یک جان می باشد و مملکتی که قوه حربیش پرزور باشد هم خلقش نسبت به همدیگر بی مهر و محبت باشد، بازارهایش بی ترتیب باشد، این خیل مملکت را به یک هجوم به دست گرفته می توانیم. وزیرانش از این عاقلی و دانایی پادشاه در حیرت مانده به مملکت دویم هجوم می کنند و به تلفات آن را به دست می آورند. آن عزیزکان من دیدید اگر ما با همدیگر مهربان باشیم، با یکدیگر دست یاری دراز کنیم، در همه کار ترتیب و انتظام را نگاه داریم، هیچگاه یگان قوه ما را تسلیم کرده نمی تواند.
برای همین با هم مهربان باشید، در همه کار با تدبیر باشید. و اینک افسانه امروزه من به آخر رسید. به همه شمایان خوب شیرین تمنا می نمایم و تا شامگاهان دیگر خیر می گویم.